تو این اپیزود نحوه رسم پلات برای یک سنگ الماس رو یاد میگیریم. درود و مهر خدمت همه شما همراهان عزیز. مرسی که ما رو همراهی میکنین و تو این اپیزود قصد داریم که باز به ناخالصی های سنگ بپردازیم و کلاریتی سنگ رو مشخص بکنیم و البته بتونیم برای اون پلات رسم بکنیم. رسم یا پلات؟ رسم یا پلات الماس اصلاً چی هست؟ رسم یا پلات الماس نحوه قرار گرفتن ناخالصی های درون سنگ رو نشون میده. ناخالصی ها به دو قسمت تقسیم میشن: ناخالصی های درون سنگ و ناخالصی های بیرونی سنگ. با رسم پلات هر کدوم از این ناخالصی ها در درون سنگ قرار میگیره توسط یک عکس که ما متوجه بشیم که کدوم قسمت سنگ چه ناخالصی داره و اون رو همون موقع رسمش میکنیم، یادداشت برمیداریم. برای شناسایی و نحوه شناسنامه دار کردن سنگ های الماس این کار بسیار لازم و ضروری هستش. به چند نکته در این مورد باید توجه بکنیم. یکی اینکه قبل از اینکه پلات سنگ رو رسم بکنیم کلاریتی یا وضوح سنگ رو مشخص کرده باشیم. دوم اینکه ناخالصی های سطحی سنگ برای شناسنامه‌ای که به دست مشتری داده میشه یا پلاتی که به دست مشتری داده میشه رسم نمیشه. سوم اینکه سنگ‌هایی که سوار شده هستن نمیتونیم براشون پلات رسم بکنیم. حتما سنگ باید به صورت پیاده شده و قبل از سوار شدن یا مخراج پلاتش رسم بشه. بهتر اینه که قبل از رسم ارزیابی رنگ سنگ هم صورت گرفته باشه که رنگ سنگ چی هستش. بهتره که برای رسم پلات از حافظه استفاده نکنیم و همون موقع که سنگ رو داریم بررسی میکنیم از فیس داون، فیس آپ یا از جهت پروفایل همون موقع ثبت ناخالصی رو انجام بدیم و این کار رو به حافظه‌مون نصب کنیم، چون سریعا ممکنه از یادمون بره. ناخالصی ها زیاد هستن و ممکنه حتی جا، قسمت یا بزرگی و کوچکیش از یادمون بره. ناخالصی های بیرونی سنگ یا سطحی سنگ رو با رنگ سبز نشون میدیم در پلات و ناخالصی هایی که درون سنگ قرار داره و به اصطلاح ناخالصی هایی که از رشد سنگ با سنگ همراه بوده و درون سنگ قرار داره رو با رنگ قرمز رسم میکنیم. و البته پخ‌های اضافی که در اثر تراش‌های نابجای تراشکار و یا حالا به دلایل دیگه‌ای به وجود میاد اونا رو با رنگ سیاه مشخص میکنیم. هر ناپاکی باید در جای خودش قرار بگیره. ناپاکی هایی که در فیس داون قرار میگیره روی فیس داون قرار میگیره و ناپاکی هایی که در تیبل و فیس آپ قرار میگیره از فیس آپ دیده میشه روی فیس آپ رسم میشه. و ناپاکی هایی که درون گردل قرار دارن و یه مقدارشون به فیس داون و یه مقدارشون به فیس آپ متعلق میشن روی هر دو قسمت قرار میگیره. و در نهایت باید اینو بدونیم که پلات نمیتونه کاملا بزرگی و وضوح ناخالصی ها رو درون سنگ به ما نشون بده و یک توضیح عمقی برای درجه پاکی سنگ باشه. این اپیزود کوتاه ما که در مورد رسم پلات بود تموم شد. رسم پلات اصولی به این صورتی که روی صفحه نمایش میاد شما میتونین یاد بگیرین و بتونین برای یک سنگ الماسی که میبینین یک پلات رسم بکنین. اگر که به این محتواها علاقه‌مند هستین و براتون جذاب بوده لطفاً ما رو به دوستانتون معرفی بکنین و همچنان دنبال بکنین کانال ما رو تا برسیم به محتواهای جذاب بعدی. مرسی از نگاه گرمتون.